الرحیم. با آموزش ورد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که مطالب جلسه قبل که مربوط به تنظیمات پاراگراف بود رو خوب یاد گرفته باشید. آخرین مطلبی که جلسه قبل ما با هم کار کردیم تنظیم کادر دور صفحه و روش تغییر کادر صفحه و اگه احیانا لازم نداشتید حذف کادر دور صفحه بود که از طریق منوی دیزاین و پیج بوردر ما کادر صفحه‌مون رو از قسمت آرت دور متنی که قبلا تایپ کرده بودیم به این شکل ایجاد کردیم. دقت بکنید در مورد موضوع پاراگراف من تو این پاراگراف فاصله خطوط رو جلسه قبل به شما آموزش دادم و فاصله خطوط طبق سلیقه‌مون تنظیم شد. نکته‌ای که اینجا مطرحه اینه که تو این متن دقت بکنید من از خط اول چند تا کلمه رو برای خطوط دوم، سوم و چهارم چیکار کردم؟ کپی کردم. مثلا دوست عزیزم بهتره یک برنامه دوستانه برای جشن یلدا خط اول بود. آوردم خطوط پایین هم کپی کردم که پاراگراف هم زودتر تشکیل بشه. خب اگه شما هم بخواید این کار رو انجام بدید من همه اینها رو انتخاب و دلتش میکنم. شما هم ممکنه به این نیاز پیدا بکنید که بعضی وقتها از کلمات تکراری که قبلا تایپ کردید و لازم دارید کپی برداری بکنید. برای این منظور اون قسمتی که میخواید کپی بکنید رو اول به حالت انتخاب در میارید. اینجا مثلا من کدوم قسمت؟ فقط این قسمت رو لازم دارم. دوست عزیزم انتخاب میکنم با کلیک و دکمه سمت چپ ماوس یا 2 بار کلیک روی اون و به کمک دکمه سمت راست ماوس کلیک کنم این منو باز میشه. اینجا کپی رو داریم که میتونید از اینجا کلیک بکنید و بیایید در محل مقصد. حالا کجاست محل مقصد من؟ فرض کنیم اینجاست که من کرسور رو آوردم. میخوام اینجا پستش کنم. دوباره کلیک راست میکنم و دکمه پست رو میزنم. دوست عزیزم کپی شد. میام ادامه متنم رو مینویسم. و اینجا پاراگرافم تموم میشه. میگید خانم اگه من بخوام یک پاراگراف جدیدی شروع کنم که جدا از این پاراگراف محسوب بشه چیکار باید بکنم؟ اون موقع بعد اینکه پاراگراف تموم شد از کلید اینتر استفاده میکنید. پاراگراف جدید رو شروع میکنیم و اینجا هم باز اگه نیاز دارم به اون کلمه‌ای که کپی کردم میتونم اینجا هم چیکار کنم؟ پستش کنم. یک بار کپی برداشتم دیگه لازم نیست مجددا کپی رو بزنم. این دفعه از صفحه کلید استفاده میکنم. اگه کلید کنترل وی رو بزنید کلمه‌ای که کپی برداشتید اینجا پست میشه. باز متنم رو ادامه میدم. و به شما هم گفتیم که بهتره که از تایپ 10 انگشتی استفاده بکنید تا هم سرعت تایپتون بالا بره و هیچ انگشتتون خسته نشه. دوست عزیزم نزدیک امتحانات نوبت اول هست.
امیدوارم نتیجه خوبی بگیرید. اینم پاراگراف بعدیم. اینجا میخوام اون قسمت که خیلی به نظر مهمه، مثلا کدوم قسمت مهمه به نظر شما؟ امتحانات نوبت اول، اینو هایلایتش بکنم. یعنی چی؟ یعنی رنگ متنمو یک کم عوض میکنم و بولد بود دوباره بولدش کردم، سایزش رو اضافه میکنم. و یه نکته دیگه هم که هست، استفاده از دکمه تکست هایلایت کالره که اینا جعبه رنگش رو باز کنید میتونید بهش فقط به اون قسمت رنگ زمین مورد نظر رو اعمال بکنید. بعد اینکه این کار کردیم میگید خانم من میخوام اینجا امیدوارم نتیجه خوبی بگیرید، هم با تنظیمات این قسمت، تنظیمات ظاهری فونت و رنگ یکی بشه. خب میام نتیجه خوبی رو انتخاب کنم یا اول اینو انتخاب کنم؟ میایم اول اون قسمت که میخوایم تنظیمات ظاهریش اعمال بشه به حالت انتخاب در میاریم. بعد اینجا یه دکمه داریم به نام فرمت پینتر، بهش میگیم دکمه نقاش ظاهر. کلیک میکنم روش یه بار، فعال شد. ببینید نشانگر ماوس من به این شکل عوض شد. نتیجه خوبی بگیرید و به حالت انتخاب در میارم، فقط نتیجه خوبی رو، خب فقط نتیجه رو فعلا انتخاب میکنم. ببینید چی میشه. میگید خانم نون آخه نیفتاد. خب برای این کار دوباره میرم آندو، میام دکمه نقاش ظاهرم رو مجددا فعال میکنم. میام این دفعه روی نتیجه یک بار کلیک میکنم. اینم روش میانبرش هست که خیلی راحت میتونید از دکمه نقاش ظاهر برای کپی کردن تنظیمات ظاهری متن استفاده بکنید. مطلب دیگه ای که امروز مورد توجه هست، استفاده از دکمه های تراز راستچین و وسطچین هست که ما جلسه قبل فقط سنتر رو یاد گرفتیم که چیکار میکرد؟ متنمون رو در حالت وسطچین قرار میداد. زمانی هست متن شما در حالت وسطچین هست به این شکله. میگید خانم دوست دارم که از راست تنظیم بشه. ببینید رو هر کدوم از این دکمه ها که من نشانگر رو میارم تو تول تیپش نوشته که چیکار میکنه. یه ذره مسلط باشید به زبان انگلیسی. اینجا نوشته align right. یعنی right یعنی چی؟ یعنی از سمت راست تنظیم بشه. خب دوباره کلیک میکنم، از راست شد. نه میخواد از سمت چپ تنظیم بشه. خب اینم align left یعنی از چپ تنظیم بشه، میره به سمت چپ. پس به کمک این دکمه ها هر جور که دلتون خواست میتونید متنتون رو از راست وسط یا سمت چپ تنظیم بکنید. الان ما از ابتدای سند در نظر بگیریم. اینجا چند تا پاراگراف داریم؟ یک پاراگراف که شامل 2 خطه، پاراگراف دوم همینطور و پاراگراف سوم. در تعریف پاراگراف میگید خانم ما از کجا بدونیم که پاراگرافمون که قبلا تایپ کردیم و یادمون رفته شامل چند خطه؟ ببینید پاراگرافی که شما ایجاد کردید تا زمانی که کلید اینتر رو فشار ندادید یک پاراگراف حساب میشه. مثلا الان من اینجا ادامه بدم، باز ادامه پاراگراف هم هست، ولی اینتر بزنم پاراگراف بعدی من شروع میشه. پس کلید اینتر نقشش تو ایجاد پاراگراف خیلی مهمه. یه نکته دیگه هم که تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم استفاده از نامبرینگ هست. لیست دروس امتحانی کلاس
مثلا 6. اینجا میخوام 2 نقطه بذارم. 2 نقطه جزو علائمی هست یا کاراکترهایی هست که در روی دگمه با قسمت بالای دگمه قرار گرفته. حرف که رو بزنم خودش نوشته میشه، ولی اگه با شیفت حرف که رو بزنم 2 نقطه ظاهر میشه. پس نقش کلید شیفت برای استفاده از کاراکترهایی که در صفحه کلید روی دگمه ها در قسمت بالا نوشته شدن. حتما باید شیفت رو نگه داریم. الان لیست درست امتحانی کلاس 6 میخوام اینجا لیست کنم. میتونم 2 جور عمل بکنم. تو زبان هوم که فعاله ما یک قسمت نامبرینگ داریم که از اعداد میتونم استفاده کنم برای شماره گذاری، یا هم میتونید سلیقه هست از بالت استفاده بکنید. اینا علائمه که شما میتونید به این شکلی که شما به حالت انتخاب در بیارید. مثلا بنویسید ریاضی، اینتر رو بزنید، این تیک خودش ظاهر میشه. به این میگیم بالت گذاری یا نشانه گذاری. مثلا بعدش بنویسم علوم، بعدش بنویسم کار و فناوری، بعد هدیه، به این شکل. الان اینتر رو زدم، بخوام این تیک دیگه نباشه دوباره باید برم روی بالت کلیک بکنم غیر فعال بشه. و اگه بخواید از نامبرینگ استفاده بکنید یک لیست دیگه ای رو شروع میکنم. لیست وسایل مورد نیاز درس کار و فناوری. اینجا باز 2 نقطه لازمش با شیفت استفاده میکنم حرف که رو و اینتر میزنم. وسایل مورد نیاز در درس کار و فناوری مثلا چیا میخوایم باشه؟ اول میایم از نامبرینگ یکی از این مدل هایی که پیشنهاد کرده انتخاب میکنیم. مثلا بنویسم قیچی، کاغذ و چسب، بعد روبان. اینجا تموم میشه لیستم. باز برای لغو عمل شماره گذاری باید بیایم همین دگمه‌ای که فعالش کردیم یک بار کلیک میکنیم غیر فعال میشه و نامبرینگ ما عملش متوقف میشه. دیگه شماره 5 الان من تایپ بکنم دیگه شماره 5 ظاهر نمیشه. امیدوارم مطالب این جلسه هم مفید بوده باشه و این تمرینایی که من انجام دادم به خوبی انجام بدید.